امروز در امریکا و اروپا دشمنان اسلام قرآن در میتن و بازا میگن یا رب العالمین 20 سال از دل ما کفید. اگر میگیم شوجبگی نیست میگه وهابیست. اگر حدیث رسول الله میخوانیم که رسول الله براتان گفته او مردم به مرددار تو نان ببر، نان مرددار را نخو، میگه وهابیست استاد توحید. یا الله ما چی بکنیم؟ پیغمبر تا گفتن ساحر است، پیغمبر تا گفتن مجنون است، ما را میگن تروریست هستی، ما را میگن اکستریمیست هستی، ما را میگن تو بنیانگر هستی، ما را میگن تو وهابیستی. به کی شکایت بکنیم یا رب العالمین؟ به تو شکایت میکنیم. بگه با ما نمیپانه کو تلویزیون اسلامی که با دو گم